یه واقعیتی هست که باید بدونی درباره اینکه چرا این ویدیو دقیقاً الان به دستت رسیده. تصادفی نیست، کار الگوریتم هم نیست، چون تو درست توی آخرین لحظه های قبل از طلوع ایستادی. شاید شاعرانه به نظر بیاد، ولی یکم صبر کن. اون حس سنگینی، گیجی، اینکه حس میکنی داری همه چیز رو درست انجام میدی ولی هیچ چیزی جلو نمیره، این حس شکست نیست. این همون تاریک ترین بخش قبل از روشن شدنه. آخرین لحظه ها همیشه بدترین و سردترین لحظه ها هستن. جایی که هیچ نشونه ای از صبح نمیبینی. با خودت میگی نکنه قراره همه چی همینطوری بمونه. اما اینو بدون، روشنایی فراموشت نکرده. طلوع شروع شده. فقط هنوز از این سمت افق دیده نمیشه. هر روزت شبیه دیروزه. تلاش میکنی و تغییری نمیبینی. ولی اینو بدون که یه تغییر خیلی بزرگ داره اتفاق میفته. فقط جاییه که هنوز نمیتونی ببینیش. این ویدیو الان به دستت رسیده چون قراره چیزی رو بهت بگه که خودت فعلا قادر به دیدنش نیستی. خیلی نزدیکه. اینو بدون که همون چیزی که براش زحمت کشیدی، بهش ایمان داشتی و الان برات غیر ممکن به نظر میاد داره جفت و جور میشه. اینو بدون این پیام فقط یه باره، چون وقتی اتفاق بیفته و تو توی نور قرار بگیری دیگه لازم نیست کسی بهت بگه صبح شده. همین الان چی داره سرت میاد؟ چه حسی داری؟ شاید خسته ای، نه فقط جسمی بلکه از ته وجودت. اون خستگی که خواب هم درستش نمیکنه، چون مدت هاست یه بار سنگین روی دوشت بوده و دیگه بهش عادت کردی. سنگینی این فکر که نکنه همین باشه، نکنه بیشتر از این خبری نیست. هر روزی که ظاهراً هیچ چیز عوض نمیشه، این بار سنگین تر میشه. با خودت میگی شاید من یه چیزی رو نفهمیدم. شاید بقیه یه نقشه‌ای داشتن که من نداشتم. خودتو مقایسه میکنی. وقتی به بقیه نگاه میکنی، فکر میکنی که خیلی راحت دارن جلو میرن. از خودت میپرسی پس مشکل من چیه؟ ولی چیزی که نمیبینی اینه. اونا هم یه زمانی دقیقاً همین جا بودن. فرقشون با تو فقط زمانه. اونا از لحظه باز شدن درها رد شدن. ولی تو هنوز یک قدم مونده تا به اون مرحله برسی. تغییر واقعی آروم آروم اتفاق نمیفته. اینطوری نیست که هر روز یه ذره بهتر بشی تا یهو بهش برسی. مدتها همه چیز همونه. بعد یهو بیخبر همه چیز جفت و جور میشه. اون سختی که ماها تحمل کردی معنی پیدا میکنه. اون آدمی که داشتی میشدی یهو ظاهر میشه. انقدر سریع اتفاق میفته که خودت هم تعجب میکنی. ولی همه اینا یه شبه نبودن. نتیجه همه اون روزایی بودن که توی تاریکی ادامه میدادی. سخت ترین بخش همین آخرشه، چون اینجاست که ایمانت امتحان میشه. نه اون ایمانی که با نشونه ها قوی میشه، نه، ایمانی که با هیچ چیز ندیدن هم ادامه میدی. چیزی که داره سمتت میاد بزرگه. اگه زودتر میومد شاید نمیتونستی نگهش داری. الان داری آماده میشی، وسط سردرگمی، انتظار، حتی شک به خودت. تو دیوونه نیستی.
تو داری تبدیل میشی. در حال تبدیل شدن همیشه همین حسو داره. معلق بودن بین آدم قبلی و آدم بعدی. میدونم ممکنه از شنیدن یکم دیگه صبر کن خسته شدی. میدونم صبر کردی، ایمان داشتی، همه کاری که باید میکردی رو کردی، ولی هنوز نتیجه‌ای نمیبینی. اما بدون نتیجه قراره بیاد، چون آماده‌ای. تو از خط رد شدی، فقط هنوز نفهمیدی. وقتی همه چیز سر جاش قرار میگیره، اونجاست که میفهمی چرا باید انقدر طول میکشید. درست قبل از اینکه درها باز بشه، همه چیز ساکت میشه، نه آروم. یه سکوت عجیب، نشونه ها قطع میشن، هیجان میخوابه. حتی یادت میره دقیقاً دنبال چی بودی. بیشتر آدما همینجا ول میکنن، چون سکوت رو با هیچ چیزی در راه نیست اشتباه میگیرن. درست چند قدم مونده به رسیدن میرن. ولی تو این کارو نکن. این سکوت نبودن اتفاق نیست، مکث قبل از اتفاقه. کاری که الان باید بکنی عملی نیست، پیچیده هم نیست. فقط دیگه سعی نکن کل مسیر رو بفهمی. منتظر شفافیت نباش. فقط قدم بعدی رو بردار. امروز رو حاضر شو. حتی اگه دیروز دقیقاً همین شکلی بود. یه بار دیگه امتحان کن. نشونه‌ای که دنبالش بودی بیرونی نیست. نه تایید دیگرانه، نه یه معجزه ناگهانی. نشونش همین ویدیوه. این که این حرفها داره به دلت میشینه. حتی بدون مدرک. اون حس درونت اسمش توهم نیست. ایمانه. و ایمان همون چیزیه که آدمو از آخرین لحظه ها رد میکنه. تو به خواستت میرسی. نه چون خیلی خاصی، بلکه چون هنوز ایستادی و هنوز ادامه میدی. یه روز دیگه، یه قدم دیگه و بعد باز شدن درها.